هنگامی که مردم در روز قیامت مبعوث می‌شوند و ترس و هراسانی بین آنها شدت گرفت، 7 گروه را الله تعالی در روز قیامت در زیر سایه عرش خود قرار می‌دهد. اول امام عادل و جوانی که در طاعت الله نشأت یافت و مردی که زنی زیبا و صاحب مقام او را برای انجام کار حرام دعوت کند ولی بگوید همانا من از الله می ترسم. و 2 انسان که به خاطر رضای الله با هم دوست شده باشند، به خاطر او با هم جمع شدند و به خاطر او از هم جدا شدند. و انسانی که الله را در تنهایی یاد کند و اشک از چشمانش جاری شود. و مردی که به مساجد دلبسته باشد و انسانی که صدقه ای دهد و آن را مخفی نگه دارد تا دست چپش از دست راستش خبر نداشته باشد. جمله 7 گروهی که الله تعالی آنها را در زیر سایه عرشش قرار می دهد، در روزی که هیچ سایه جز سایه عرش او وجود ندارد، جوانی که بر طاعت الله نشأت گرفت. از وقتی که به دنیا آمد، نماز را پیش روی خود می دید و در گوشش اذان خوانده شد. در 7 سالگی به او امر کردند که نماز بخواند. در حلقه های تحفیظ قرآن شرکت کرد یا اینکه معلمی آوردند تا به او آموزش دهد. پدر و مادرش حریص بودند که نماز را به او بیاموزند. چه کسی پروردگار توست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ به او ادب شرعی را بیاموزند. این پسر را در خیابانها رها نکنند. ممکن است در سیگار کشیدن بیفتد، در حالی که کوچک است، و یا ممکن است که در دام مواد مخدر بیفتد، یا ممکن است که کلمات بدی را تلفظ کند و همه این به سبب بی اهمیتی به اوست. بلکه جوانی است که از وقتی نشأت گرفت بر روی طاعت الله باشد. نماز را در خانه ببیند، روزه را ببیند، ذکر الله را ببیند، اعمال خیر را ببیند. به همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعضی از نمازهایتان را در خانه بخوانید و آن را به قبرستان تبدیل نکنید، یعنی سنن و نوافل را در خانه بخوانید و خانه خود را همانند قبرستان ها نکنید که در آن نماز خوانده نمی شود. خیر، بلکه در خانه هایتان نماز بخوانید تا اینکه دختران و پسران کوچک ببینند و از کوچکی بر نماز تربیت شوند. به همین جهت فرمود جوانی که بر طاعت الله نشأت گرفت، بر دوستی مساجد و دوستی کار نیک و حفظ قرآن و احترام به والدین و نیکی به آنها نشأت گرفته باشد و با دوستان بد اختلاط نکند که عقل و دین و اخلاق او را فاسد کنند، خیر. همانند نشأت گرفتن مصعب ابن عمیر، یا همانند نشأت گرفتن حسن و حسین در خانه رسول الله، یا همانند نشأت گرفتن عبدالله ابن عمر، یا همانند انس در خانه پیامبر. همان گونه که انس گفت که هنگامی که برای اولین بار پیامبر از مکه به مدینه آمده بود، به همراه پسرش آمد و گفت ای رسول الله، این پسرم 9 سال دارد، به تو خدمت می کند و از تو یاد می گیرد. ربیع ابن کعب غلامی کوچک بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خدمت می کرد. برای او آب می آورد و بر روی دست او آب می ریخت. پس روزی رسول الله صلی الله علیه و آله سلم به او گفت ای پسر، از من چیزی طلب کن. به او گفت ای رسول الله، از تو چیزی طلب کنم؟ در حالی که گمان می شد کسی همانند او اموال یا لباس یا ردایی طلب کند، گفت ای رسول الله، همراهی با تو در بهشت را طلب می کنم. به این پسر که بر طاعت الله نشأت گرفته بنگرید. به همین جهت اگر توجه کنید، اولین کسی که از جوانی که بر طاعت الله نشأت یابد سود میبرند والدین هستند. به الله قسم در برخی از زندانها برای سخنرانی میرفتم. وارد بعضی از بندها میشدم. نوجوانانی که ممکن است 15 تا 18 سال سن داشته باشند در آنجا حضور داشتند. یکی پدرش را کشته بود. بله، به الله قسم او را با چشم خود دیدم، جرم او این بود. و دیگری مادرش را کشته بود. دیگری مواد مخدر را ترویج میداد. 4می زد و خورد میکرد. 5می نمیدونم چه. خلاصه به الله قسم بر این حریص بودم که از آنها سوال کنم که خانه تان چگونه است؟ حرص شما بر نماز چگونه است؟ حرص والدین شما بر نماز چگونه است؟ آیا تو را به حفظ قرآن تشویق میکرد؟ آیا تو را از دوستی با انسانهای بد و فاسد نهی میکردند؟ آیا از تو سوال میکردند که از کجا آمدی و به کجا میروی؟ آیا پدرت تو را با خود به مسجد میبرد یا خیر؟ از او سوال میکردم در حالی که سن او
تنها 16 یا 17 سال بود. به الله قسم 90% آنها میگفتند خیر. به الله قسم نه قرآن را به من تحویز کردند و نه بر من حریص بود و پدرم به نمازم اهمیت نمیداد و به درسم اهمیت نمیداد و من را ول کرد تا اینکه خیابان مرا بزرگ کرد. مصرف کنندگان مواد مخدر مرا تربیت کردند و مصرف کننده مواد مست کننده او را کمک کرد و تارک نماز به او کمک کرد. همه با هم همکاری کردند تا من اخلاق را از آنها کسب کنم. مردی نزد عمر ابن خطاب که خداوند از او راضی باشد آمد و از فرزند خود شکایت کرد. به او گفت پسرت را بیاور. پس عمر تازیانه را بلند کرد تا او را ادب کند. به او گفت چگونه به پدرت احسان نمی‌کنی؟ چگونه با پدرت رفتار نیکی نداری؟ به او گفت ای امیرالمومنین مهلت بده. ای امیرالمومنین مهلت بده. آیا مگر این نیست که فرزند بر پدر حقی دارد همان گونه که پدر بر فرزند حقی دارد؟ گفت آری. گفت پس حق فرزند بر پدر چیست؟ گفت که در انتخاب مادرش دقت کند. یعنی با زنی که شهرت بدی دارد ازدواج نکند که پس از آن مردم فرزندان را به سبب مادرشان ذم نکنند. در انتخاب مادرش دقت کند و اینکه نام نیکی بر او بگذارد و قرآن را به او تحفیظ کند. گفت ای امیرالمومنین به الله قسم به الله قسم هیچ یکی از اینها را برایم انجام نداد. اما مادرم کنیزی خرقاست، یعنی عقلش ناقص است و وی را با 2 درهم از بازار خرید. هنگامی که به دنیا آمدم از به دنیا آمدنم بدش آمد و مرا جعل نام نهاد. جعل همان حشره سیاهی است که می‌بینیم در صحرا فضولات را با دماغش حل میده. گفت که نامم را جعل گذاشت و یک آیه از قرآن را هم به من تحفیظ نکرد. پدری غیر نیکوکار و پسری غیر صالح. عمر به او گفت که برو، چرا که تو در عاق بودن بر پسرت پیشی گرفتی. پس از 7 گروهی که الله تعالی در روز قیامت آنها را در زیر سایه عرش خود قرار میدهد، جوانی است که بر طاعت الله نشد. او برای این بر نفس خود حریص است، ولی والدین بایستی در آن نقش داشته باشند. قضیه به تلاش نیاز دارد. دعای زیادی کن. ابراهیم علیه السلام از دعای او این بود که ای پروردگار من، مرا فرزندی صالح عطا کن. الله تعالی فرمود پس او را به پسری بردبار مژده دادیم. همچنین از دعای مؤمنین این بود که همان گونه که پروردگارمان میگفت و کسانی که میگویند پروردگار از همسران و فرزندانمان آن به ما عنایت کن که مایه روشنی چشم باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران بگردان. دعا کردن برای اصلاح نسل. و فرزندان مرا به صلاح آور، من به تو بازگشتم و از تسلیم شدگانم. دعا برای اینکه الله تعالی آنها را بر دین ثابت قدم نگه دارد و اینکه الله تعالی ایمان را نزد آنها دوست داشتنی کند و آن را زینت دهد و اینکه الله تعالی کفر و فسوق و معصیت را نزد آنها بد جلوه دهد و آنها را از اهل خرد قرار دهد. الله تعالی را دعا کنند که همیشه دوستی انسانهای صالح و خیرین را نصیب آنها بکند. شافعی رحمت الله علیه را مادرش به مدینه آورد برای اینکه طالب علم نزد امام مالک باشد و پسر کوچکی بود. پس در نزد امام مالک حضور یافت و امام مالک به او مینگریست و میدید که این بچه کوچک دست چپش را میگذاشت و انگشت سبابه خود را در دهان قرار میداد و سپس بر روی دستش حرکت میداد. انگشتش را در دهان میگذاشت و سپس در روی دست حرکت میداد. پس تعجب کرد. 1 یا 2 درسی بر او سکوت کرد. ولی سپس او را صدا زد و به او گفت که دیگر برای درس حاضر نشو. به او گفت چرا؟ گفت که تو داری کار بیهوده‌ای انجام میدهی. تو انگشت را در دهانت میگذاری و آن را بر دستت حرکت میدهی. نه برگه‌ای داری، نه دواتی داری، نه مدادی. تو آمدی که بازی کنی و کار بیهوده انجام دهی. به او گفت به الله قسم این گونه نیست. من پولی ندارم تا اینکه همانند دیگران مداد و دبات و برگه بخرم. گفت بنابراین با دهانت چه کار میکنی؟ گفت که من حدیث را مینویسم. من حدیث را با دستم مینویسم تا این که حدیث در ذهنم رسوخ کند و در ذهنم حک شود. به او گفت خیلی خوب بخوان. پس آنچه را که در 3 روز قبل گفته بود قرائت کرد. حفظ کرده بود. و مادر حریص و مادری که در اواخر شب برای صالح بودن فرزند خود دعا می کند. الله تعالی بر کاری که انجام می دهد برکت می دهد. آن مادر در اواخر شب برای صالح بودن فرزند خود دعا می کند. پس الله تعالی برکت را در او قرار داد و حافظه قوی به او داد. پس امام مالک از او تعجب کرد و به او دوات و
مداد و اموال داد و امام مالک به کار تجارت مشغول بود و امام مالک از حرصش بر شافعی او را همانند پسر خود می شمرد. از حرصی که بر او داشت تا اینکه امام شافعی امامی از ائمه دنیا شد. بر دوستی فرزندانت حریص باش. اگر می‌خواهی فرزندت فردا جوانی باشد که در طاعت الله نشأت گرفته باشد و در زیر سایه عرش رحمان باشد، پس بر نوع دوستان او حریص باش. از او سوال کن که تو از کجا آمدی و کجا رفتی. بر این حریص باش که از کودکی نماز بخواند تا اینکه الله تعالی نماز را در قلب او بزرگ جلوه دهد. اگر نماز را در قلب او بزرگ جلوه دادی و ببیند که تو نمازگزار هستی، در آن هنگام این کودک بر آنچه پدرش او را تربیت کند نشأت خواهد گرفت. در میان ما پسر کوچک بر آن چیزی بزرگ خواهد شد که پدرش از کوچکی آن را به آن عادت داده بود. پس الگوی صالحی برای فرزندان خود باشید. انسانی که صدقه ای را می دهد در حالی که آن را مخفی می کند تا اینکه دست چپش از دست راستش خبر نداشته باشد. صدقه یکی از بهترین قربت‌ها به پیشگاه الله است. الله تعالی انفاق به صورت سری و به صورت علنی را ذکر کرد و الله عزوجل تبیین کرد که به خاطر کرم و احسان و بخشش به هر کسی که انفاق کند عوض خواهد داد. پس هر آن چیزی که انفاق کنید او به شما عوض خواهد داد. و هیچ روزی نیست که وقت طلوع آن برسد مگر اینکه دو فرشته وجود دارند که میگویند بارالله به هر انفاق کننده‌ای عوض عطا فرما و دیگری میگوید بارالله به هر ممسک از انفاق خسارت بده. با انفاق بدون شک میتوان دلهای مردم را به دست آورد. با آن در زمین میتوان قبول و در آسمان محبت حاصل کرد. در آن برکت اموال وجود دارد. در آن برکت اموال وجود دارد. اگر انسان به کسی ظلمی روا داشت یا اینکه اموال کسی را خورد یا در محاسبه با یکی خطا کرده باشد، اگر که صدقه بدهی الله تعالی اموال تو را از هر شائبه‌ای پاک می کند. در آن پاکی اموال وجود دارد. پیامبر اکرم همیشه مردم را دعوت به صدقه دادن می نمود و الله تعالی تبیین کرد که انفاق کردن ممکن است مخفیانه یا به صورت علنی باشد. از 7 گروهی که تعالی آنها را در زیر سایه عرش خود قرار می دهد در روزی که هیچ سایه‌ای به جز سایه عرش او نباشد و صدقه‌ای بدهد و آن را مخفی کند، آن را ظاهر نکرد تا مردم از او تعریف کنند، ولی این کار را به صورت مخفیانه به خاطر الله انجام داد. یه مردی بود که نقاش بود و نقاشی‌هایش را به مردم می‌فروخت، تابلوهایش را به مردم می‌فروخت. پس بعضی از مردم به او می‌گفتند که به ما صدقه بده، ما می‌خوایم برای فرزندانمان غذا تهیه کنیم، ولی او چنین نمی‌کرد. پس مردم او را دشنام می‌دادند و از او بد می‌گفتند، در حالی که از قصاب گوشت فروش تعریف می‌کردند. چرا که وقتی فقرا به پیش او می‌رفتند به این و اون گوشت میداد و به یکی نصف قیمت میفروخت. پس به نقاش میگفتند که چرا همانند قصاب نمیشوی؟ غذای خیر بدهد. او با مردم ارتباط برقرار میکند و برای آنها قیمتها را کم میکند و بعضی وقتها مجانی به فقرا گوش میداد. ولی نقاش سکوت میکرد تا آنکه آن مرد نقاش از دنیا رفت. مردم از او بد میگفتند و در سر قبر او حاضر نشدند. فردای آن روز مردم مثل همیشه به سوی آن قصاب رفتند و انتظار داشتند که همانند سابق به آنها مجانی یا قیمت کم گوش بدهد. ولی به آنها گفت که چنین نخواهم کرد. همان مقداری که به شما جنس میدهم به من پول بدهید. به او گفتن الان 2-3 سال است که به ما مجانی گوش میدادی. پس چه شد؟ به آنها گفت به خاطر اینکه کسی که داشت قیمت را پرداخت میکرد از دنیا رفت. هر وقت که نزد او میرفتم میگفتم مثلا امروز به فقرا 50 درهم تخفیف دادم، پس به من پولش را پرداخت میگفت. میگفتم امروز 70 درهم دادم، پس به من پولش را میداد. میگفتم 100 درهم دادم، او پرداخت میکرد. پس کسی که داشت پول شما را پرداخت میکرد در حقیقت از دنیا رفت. پس مردم برای او دعا کردند. او داشت صدقه میداد ولی مخفی میکرد و به مردم نمیگفت که چنین و چنان انجام دادم تا اینکه دست چپش خبر نداشته باشد که دست راستش چه انفاق کرده است. زین العابدین فرزند حسین که خداوند از او راضی باشد هنگامی که از دنیا رفت دیدن بر روی دوشش جای تناویز انگار که داشت باری حمل می کرد.
هنگامی که او را غسل می‌دادند تعجب کردند. گفتند سراغ نداریم که او باری حمل کرده باشد، زیرا که او دارای خدمتکار و کارگر است. پس هنگامی که او را دفن کردند، غذا از خانه‌های فقرا قطع شد. غذا شبانه به آنها می رسید و نمی دانستند که چه کسی آنها را در خانه‌هایشان می گذارد. پس فهمیدند که علی ابن الحسین کسی بود که این کار را انجام می داد. شبانه می آمد و غذا را در نزد خانه‌هایشان می گذاشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آنچه بیهقی روایت می کند می فرماید بتوانی که یک عمل صالح پنهانی داشته باشی پس انجام بده. چه زیباست که انسان صدقه بدهد و عمل صالح انجام دهد بدون اینکه کسی خبردار شود. مردی از دنیا رفت که او را می شناختند و فرزندش کوچک بود. فرزندانش کم کم بزرگ شدند، در حالی که پدرشان اموالی داشت که نزد دوست خود گذاشته بود و این دوست مرد صالحی بود و به تجارت مشغول بود. پس این دوست به مقدار لازم برای آنها انفاق می کرد. پس بچه ها کم کم بزرگ می شدند و عمر هر کدام به 12، 13 و یا 14 سال می رسید. پس پیش آن دوست رفتند و گفتند که اموال پدرمان را به ما بده. می خواهیم که ماشین بخریم، می خواهیم دستگاه بخریم، می خواهیم به خانه جدید نقل مکان کنیم. او به آنها می گفت بسیار خوبه، انشاءالله بعداً به شما خواهم داد. این خانه شما خوبه. پسرم نیازی به ماشین جدید ندارید، شما یه ماشین دارید. پس او را به بخیل بودن متهم کردند. تو با اموال پدرمان بخل میکنی، تو حق نداری چنین کنی، تو هیچ منتی بر ما نداری. پس بچه ها شروع به بزرگ شدن کردند ولی صالح نبودند و با اموال بازی میکردند. پس به مقدار احتیاجشان به آنها میداد، ولی آنها میگفتند که اموال پدرمان را به ما پس بده، ما بزرگ شدیم. او میگفت نه، من به مقدار احتیاجتان به شما میدهم. اگر اموال بیشتری به شما بدهم آنها را هدر میدهید و ماشین هایی را خواهید خرید که نیازی به آنها ندارید و خانه جدیدی منتقل خواهید شد که هیچ نیازی به آن نیست. من اموال را برای شما حفظ میکنم. پس به او میگفتند که به ما بده، ولی او امتناع میکرد. پس از او به دادگاه شکایت کردند و قاضی او را بازخواست کرد. قاضی به او گفت که تو کاری نداشته باش، اموالشان را به آنها بده. پس دست چک خود را برداشت و گفت که پدرتان نزد من 1 میلیون گذاشته و این 1 میلیون به صورت کامل از آن شما و هر آنچه که در این 10 سال بر شما انفاق می کردم از اموال خاص من بود. ماشین ها، دستگاه ها، خورد و خوراک، اجاره خونه، همش از اموال خاص من بود و به اموال پدرتان دست نزدم. بفرمایید. انسانی که صدقه بدهد و آن را مخفی کند تا آنکه دست چپ از آنچه دست راستش انفاق می کند خبردار نشود، در آن هنگام استحقاق این را دارد که نزد عرش رحمان و عز وجل باشد. از جمله کسانی که در آن جایگاه بزرگ در زیر عرش رحمان قرار می گیرند انسانی است که به تنهایی الله را ذکر کند و اشک از چشمان سرازیر شود. مالک ابن دینار در داخل اتاقی در خانه‌اش میشد و در آن نماز می‌خواند. پسر برادر او گفت که می‌خواستم به چیزی از دعای او گوش فرا دهم. یک بار قبل از او وارد اتاق شدم. پس داخل شد و چراغ را خاموش کرد، در حالی که روشنایی ماه از پنجره وارد اتاق میشد، یعنی یه نور خیلی کم. پس الله اکبر گفت و شروع به نماز خواندن کرد و گریه کرد. سپس شنیدم که در دعای خود میگوید که بارالها اگر اولین و آخرین را مبعوث کردی پس ریش مالک را بر آتش حرام گردان و گریه می کرد. ریش مالک را بر آتش حرام گردان و گریه می کرد. الله را به تنهایی ذکر کرد و اشک از چشمان سرازیر شد. عروة ابن زبیر و عبید ابن عمر به عایشه که خداوند از او راضی باشد گفتند ما را از عجیب ترین چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدی با خبر کن. پس گفت شبی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد من آمد تا اینکه بر روی تخت خود خوابید و همین که پوستش پوست مرا لمس کرد گفت ای عایشه
بگذار پروردگارم را عبادت کنم. گفتم به خدا قسم دوست دارم نزدیک تو باشم در حالی که پروردگارت را عبادت میکنی. میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم برخاست. سپس وضو گرفت و شروع به خواندن نماز کرد و بعد گریه کرد تا اینکه گونه هایش خیس شد. سپس گریه کرد تا اینکه ریشش خیس شد. سپس گریه کرد تا اینکه صدای افتادن اشک از ریشش را بر حصیر شنیدم. آنها بر روی حصیر نماز می‌خواندند که از شاخه های درخت نخل ساخته می‌شد و اگر قطره آب بر روی آن بیفتد صدا خواهد کرد. نه اینکه همانند کسی که بر روی فرش یا پارچه نماز بخواند. همانا بر روی حصیر نماز می‌خواند که اگر قطره آبی بر روی آن بچکد صدای آن شنیده می‌شود. می‌گوید تا اینکه صدای افتادن اشک او را از ریشش به حصیر شنیدم. این گونه در حال نماز خواندن بود تا اینکه سحر شد و بلال آمد تا او را برای نماز فرا بخواند. پس بلال به او گفت: ای رسول الله، من تو را در حالی می‌بینم که تو را قبلا با این حال ندیده بودم. یعنی ای رسول الله، تو گریه می‌کنی ولی این چنین تو را ندیده بودم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای بلال، همانا امشب آیه‌هایی بر من نازل شدند. وای بر کسی که آنها را بخواند و درباره آنها فکر نکند. سپس قول الله تعالی را تلاوت کرد که می‌فرماید: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلافات شب و روز برای خردمندان آیاتی است، آنان که الله را در قیام و جلوس و بر پهلوهاشان یاد می کنند که پروردگارا اینها را باطل نیافریدی و تو والا و منزهی، ما را از عذاب آتش حفظ فرما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا، به راستی هر کسی را که وارد آتش کنی به راستی او را خار کرده ای و برای ستمکاران هیچ یاورانی نیست. پروردگارا، به راستی ما شنیده ایم که ندا کننده ای به سوی ایمان ندا می کند که به پروردگارتان ایمان بیاورید. پس ایمان آوردیم و از گناهان دوری کردیم. پروردگارا، برای ما گناهانمان را بیامرز و بدیهای ما را جبران نما و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا، آنچه توسط پیامبرت به ما وعده کردی را به ما عطا کن و در روز قیامت ما را خار مکن، چرا که تو وعدگاهت را خلاف نمی کنی. و مردی که به تنهایی الله را ذکر کند و اشک از چشمان سرازیر شود، الله را در داخل چادرش
یا در داخل اتاقش و یا در داخل ماشینش به تنهایی ذکر کند. الله را ذکر کند در هر کجا و رحمت او را به یاد آورد و بزرگی او را یاد کند و جلال او را یاد کند و مغفرت او را یاد کند و گناهان و کوتاهی خود را به یاد بیاورد و تقصیر خود را با والدین و فرزندان خود را به یاد بیاورد، کوتاهی خود در امر به معروف و نهی از منکر را به یاد بیاورد، کوتاهی در انجام طاعات را به یاد بیاورد، معصیت‌های خود را به یاد بیاورد. چه ساعت‌هایی که از طاعت الله غافل شد، یا اینکه نگاه به معصیت کرد، یا اینکه در حق خلایق کوتاهی کرد، الله را ذکر کند و نفس خود را مورد محاسبه قرار دهد. سپس اشک از چشمان سرازیر شود. این در روز قیامت مستحق این است که از 7 گروهی باشد که الله تعالی آنها را در زیر سایه عرش خود قرار می‌دهد، روزی که هیچ سایه جز سایه الله نیست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. در آن جایگاه بزرگ، هنگامی که مردم دچار فزع می شوند و انسان از پدر و مادر و عشیره خود و هر چیزی فرار می کند، روزی که همه دوستانی که به آنها امید داشتند می گویند که با تو کاری نداریم، ما مشغول گرفتاری های خود هستیم، حتی اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که با عایشه گفت که انسانها به صورت پا برهنه و آری و برابر بدون هیچ لباسی محشور می شوند، فرمود ای رسول الله، زن و مرد همگی به یکدیگر نگاه می کنند. فرمود همانا قضیه هولناکتر از این چیزی است که کسی بتواند به یکدیگری نگاه کند. در آن جایگاه هنگامی که خورشید به خلایق نزدیک می شود و عرق آنها را غوطه‌ور می سازد و کودکان پیر می شوند و زنان حامله سخت جنین می کنند، در آن سختی ها 7 گروه وجود دارد که الله تعالی آنها را در زیر سایه عرش قرار می دهد. همان روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه عرش وجود نخواهد داشت و 2 انسان که به خاطر رضای الله با هم دوست شده باشند، به خاطر او با هم جمع شدند و به خاطر او از هم جدا شدند. تو ممکن است انسانی را به خاطر اموالش یا نسبش یا زیباییش دوست داشته باشی. ممکن است کسی را به خاطر اینکه به تو مالی می‌دهد و به تو نیکی می‌کند دوست داشته باشی، و یا اینکه به تو هدیه‌ای داده باشد، یا اینکه به خاطر شگفتی از طرز سخنوری و حرف‌هایش دوستش داشته باشی. و ممکن است انسانی را دوست داشته باشی چرا که او را در صف اول مسجد می‌بینی، برای اینکه او قرآن را حفظ می‌کند، چرا که او یک عالم از علمای مسلمان است، برای اینکه او به پدر و مادر خود نیکی می‌کند. پس اگر او را به خاطر الله و امری که متعلق به الله باشد دوست داشتی، به خاطر حفظ کتاب الله یا حرص ورزیدنش بر نماز خواندن در مسجد یا حرص ورزیدن برای صدقه دادن، اگر به خاطر الله او را دوست داشتی، پس این برترین مرتبه دوستی و محبت است. الله تعالی در روز قیامت می‌فرماید که کسانی که به خاطر جلال و عظمتم با هم دوست بودند کجایند؟ امروز آنها را در زیر سایه عرش خود قرار می‌دهم، روزی که هیچ سایه جز سایه عرش الله نیست. کسانی که به خاطر الله با هم دوست شدند، در روز قیامت بر روی منبرهای از نور خواهند بود. منبرهای از سنگ وجود دارد، منبرهای از چوب وجود دارد، منبرهای از شیشه وجود دارد. این منبرها از نور ساخته شدند که بر آنها کسانی که به خاطر الله با هم دوست شدند، بر روی آن
قرار خواهند گرفت. پیامبران و شهدا به آنها غبطه می‌خورند و شور و اشتیاق دارند که با آنها باشند و دوست دارند که با آنها باشند. و دو انسان که برای محبت الله با هم دوست باشند، او را از خلال مسجد یا حلقه ذکر الله شناخت، یا اینکه او را در هنگام دفع صدقه یا در جایگاه یادگیری علم شناخت. به خاطر الله با هم دوست شدند. او را دوست داشت، نه به خاطر اینکه منفعت دنیوی داشته باشد. یک مردی به زیارت برادر خود در آبادی دیگر رفت. پس الله در راه او فرشته‌ای فرستاد و این فرشته در راه این مرد به ظاهر یک مردی ایستاد و این فرشته با او بود و او را همراهی کرد تا به مقصد برسد. این فرشته از جانب خدا بود به صورت یک مرد. و سپس از این مردی که برای دیدن برادر خود رفته بود سوال کرد: کجا می روی؟ گفت که من برای دیدن دوست و برادرم فلانی می روم. به او گفت: آیا می خواهی چیزی به او بدهی یا چیزی از او می خواهی؟ یعنی مثلا تو به خاطر کار رفته باشی یا مثلا از او چیزی قرض بگیری یا از او سوالی کنی یا اینکه او به تو نیکی و احسانی کرده باشه و تو می‌خواهی به او بازگردانی. آیا چیزی می‌خواهی به او پس بدهی؟ آیا با او کاری داری یا او با تو کاری دارد؟ گفت: خیر، به الله قسم نه، به جز این که من او را به خاطر الله دوست داشتم. من او را به خاطر الله دوست دارم. پس آن مرد به او گفت، کسی که در واقع فرشته بود و به صورت مردی در آمده بود، گفت که همانا من رسولی از جانب الله بودم که به تو خبر دهم همانا الله همان گونه که او را دوست داشتی تو را نیز دوست دارد. الله تعالی در حدیث قدسی می‌فرماید محبت من برای کسانی که به خاطر من با هم دوست شدند واجب است و کسانی که برای من به دیدار هم بروند و کسانی که به خاطر من با هم بنشینند و به خاطر من بخشش کنند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب مردی که از او پرسید: ای رسول الله، روز قیامت چه موقع است؟ به او گفت که چه چیزی برای آن روز آماده کردی؟ گفت که چیز بزرگی برای آن روز آماده نکردم بجز این که الله و رسولش را دوست می‌دارم. صلی الله علیه و آله و سلم. به او گفت که تو با کسی خواهی بود که او را دوست می‌داشتی. انس میگوید به الله قسم از هیچ چیزی به این اندازه خوشحال نشدیم. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرد که دو نفر که به خاطر الله با هم دوست شدند و به خاطر او از هم جدا شدند، یعنی حتی اگر از هم دیگر جدا شدند، یکی در سرزمین دیگری و دیگری در سرزمین دیگر، فقط نه این که به سبب مشکل مالی از هم جدا شود و نه به خاطر اختلافات خانوادگی و غیره، لکن اوضاع زندگی آنها را به این انواع داشت. بنابراین آنها بر محبت و دوستی الله با هم جمع شدند و هنگامی که از هم جدا شدند هر کدام از آنان دیگری را دوست داشت و برای او دعا می‌کرد. پس آنها مستحق این هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله الرحمن عزوجل قرار. هنگامی که مردم در روز قیامت مبعوث می‌شوند و ترس و هراسانی بین آنها شدت گرفت و خورشید از مخلوقات به مقدار 1 یا 2 میل نزدیک شد و عرق گریبانگیرشان شد، پس بعضی عرق تا مچ پایشان میرسد و بعضی تا 2 زانو و بعضی تا پهلو یا سینه‌اش میرسد و آنها را گریبانگیر میسازد. در آن هنگام الله تعالی 7 گروه را در زیر سایه عرشش قرار می‌دهد، روزی که هیچ سایه‌ای بجز سایه عرش الله وجود ندارد. این 7 گروه وقتی در دنیا بودند خود را برای آن سایه زیبا آماده می‌ساختند. برای آن آماده می‌شدند. به خاطر آن تلاش می‌کردند. با این امید که الله تعالی به لطف و کرمش روز قیامت آنها را در زیر سایه عرش خود قرار دهد. 7 گروه را الله تعالی در روز قیامت در زیر سایه عرش خود قرار می‌دهد. امام عادل ترین شخصی که ولایت را به دست گرفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. شرط نیست که امام بزرگی باشد و بر همه مردم سلطه داشته باشد، بلکه پدر در خانه خود امام است. امام مسجدی که پیش نماز مردم است امام است.
زنی که بین فرزندان خود قضاوت می کند امام است. معلمی که به دانش آموزان درس می دهد و بین آنها قضاوت می کند امام است. مدیر مدرسه امام است. مدیر شرکت امام است. قاضی امام است. کارمند پلیس امام است. سربازی که در خیابان می ایستد و حرکت عبور و مرور را تنظیم می کند امام است. هر کسی که بین مردم قضاوت می کند یا اینکه آنها را از درگیری جدا کند یا اینکه چیزی انجام دهد که از به وجود آمدن مشکلات بین آنها جلوگیری کند امام است و رواست که عادل باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که بین مردم قضاوت می کرد با عدالت قضاوت می کرد و کسی را به خاطر جاه و نسب یا اموال بر دیگری تقدیم نمی کرد. به همین جهت زنی از بنی مخزوم از بزرگان قریش بنی مخزوم جنسی را قرض می گرفت و سپس انکار می کرد، سرقت می کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد که دستش قطع شود. پس این قضیه بر قریش بسیار گران آمد. دست زنی از بنی مخزوم قطع شود؟ یعنی اگر زنی عادی از عوام مردم یا اینکه زنی فقیر که جلب توجه نکند یا اینکه کنیزی باشد که ملک کسی باشد مهم نبود، اما زنی از بنی مخزوم دستش قطع شود، این مثال بر قریش بزرگ بود. پس گفتند که چه کسی در مورد این قضیه با رسول الله صحبت می کند؟ نیاز است که کسی واسطه شود. رسول الله امامی عادل بود. ولی قریش میپنداشتند که رسول الله باید مراعات حال آنها را بکند. پس اسامه ابن زید عزیز رسول الله و فرزند عزیز او را فرستادند. پس اسامه وارد خانه رسول الله شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را دوست داشت. پس پیش آمد و گفت ای رسول الله، همانا برای قریش سخت است که دست زنی مخزومی قطع شود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خشمناک شد. او امامی عادل است. گفت ای اسامه، آمده ای که در مورد اجرای یک حدی از حدود الله شفاعت کنی. این حدی از حدود الله است که بر او و غیر از او جاری می شود. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفت و فرمود به الله قسم، به الله قسم، اگر فاطمه دختر محمد که خداوند از او راضی باشد، اگر فاطمه دختر محمد سرقت می کرد دستش را می بریدم. همانا یکی از چیزهایی که امتهای پیشین را هلاک کرد این بود که اگر انسان صاحب مقام سرقت می کرد او را رها می کردند و اگر انسان ضعیف سرقت می کرد حد را برای او جاری می ساختند. حتی اگر دختر محمد سرقت می کرد دستش را قطع می کردم. امام عادل. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور نبود که به یک نفر به حساب نفر دیگری ظلم کند. اینکه این نزد من مقامی دارد پس من به خاطر مقامش به نفع او قضاوت می کنم. خیر، خداوند به شما فرمان می دهد چون در میان مردم به داوری نشینید با عدالت در بین آنها داوری. در زمان خلافت علی که خداوند از او راضی باشد به بازار رفت تا چیزی بخرد. پس مردی یهودی را دید که زره می فروخت. زره چیزی است که جنگجو می پوشد، همانند پیراهنی است که جنگجو می پوشد ولی از جنس آهن است تا اینکه از اصابت تیر و ضربه شمشیرها به خود جلوگیری کند. پس علی به یکی از این زره ها نگاه کرد، به آن به دقت نگاه کرد و بررسی کرد. سپس به او گفت که این را از کجا آوردی؟ گفت همانا من از فلانی و فلان خریدم. گفت نه، این زره من است. این زره من است. در روز خیبر از من افتاد، در حالی که من بر روی چهارپایی در حرکت بودم و تو آن را برداشتی و سرقت کردی و حالا می‌خواهی بفروشی؟ این زره مال من است. و سپس به نزد قاضی برای قضاوت رفتند. هنگامی که خلیفه در مقابل او نشست و به همراه او مردی یهودی حضور داشت، قاضی به او گفت ای امیرالمومنین، برخیز و پیش صاحب خصومت خود بایست. پس علی خلیفه در کنار خصم خود ایستاد. پس قاضی گفت ای امیرالمومنین، شکایت تو چیست؟ گفت راستش من این زره را به همراه او دیدم، در حالی که این زره مال من است. در روز خیبر از من افتاد و الان او دارد او را می فروشد و این مال من است. پس به او گفت که دلیل تو چیست ای یهودی؟ گفت نه، این زره مال من است که از فلانی و فلان خریدم. گفت ای امیرالمومنین،
ای ابوالحسن، آیا کسی را داری که برای تو شهادت دهد؟ گفت پسرم حسن برایم شهادت می دهد. به او گفت که پسر نمی تواند شاهد پدر باشد. آیا شاهد دیگری داری؟ گفت خیر. گفت که حکم می کنم که زره مال یهودی است. پس یهودی تعجب کرد و گفت سبحان الله، قاضی مسلمانان بر ضد خلیفه مسلمانان به خاطر اینکه 2 شاهد ندارد حکم صادر می کند. به الله قسم این زره اوست و من در روز خیبر او را دنبال می کردم و وقتی زره از او افتاد برداشتم و پنهان کردم تا اینکه امروز آن را فروختم. این زره مال توست ای امیرالمومنین. علی به او گفت این زره از آن تو خواهد بود به شرط اینکه مسلمان شوی. پس اسلام آورد. آن مرد یهودی اسلام آورد و مسلمان شد. در قضاوت باید عادل بود. حال پدری که بین فرزندان خود قضاوت کند یا اینکه مادر بین فرزندان خود قضاوت کند، هر کسی که بین مردم قضاوت کند، الله تعالی در روز قیامت او را در پیشگاه خود توقیف می کند و از او در مورد قضاوتی که کرده، این که در آن عادل بوده یا در آن ظلم کرده، سوال می کند. حتی معلم خردسالان، کسی که بچه‌های خردسال را که به 7 سال نرسیدند بین دعواهای آنان قضاوت می کند، پس او امام عادلی است. رواست که عدل را رعایت کند و از ظلم کردن دوری کند.